سب گپ نزن دیگه که خیلی چرا گفتی گپه؟ بچه مستر بچه نیست فراد از نمیگفتی. تو بلند صدای تو بلند بگو، صدای تو بلند. ادمینی مرا بده. گفتم بتی فراد از منی بتی. مستر بچه نیستم فهمیدی؟ نه بشیم من میفهم کار تو بود. خب دیگه این کارو نکن. فراد من 6 سال میشه با این دوست هستم. 6 سال. فراد ما که تو در لایفی چی میشیشت منی مالی اسما پرسان بگو صفت تکل یا بد کنه بکن گفتیم که ادمینی مرا به خاطر تو برداشت. من میفهم. من نگفتیمش فهمیدی فراد یه غلط خب گاز زنه دیگه چی گفت؟ فراد فهمیدی مدلیه که تو دوستی کنی فهمیدی در جای باشه در اگر ما به تو از این کار ندارم. این دوست بسیار قدیمیم است. بسیار قدیمیم است. من گفت ندارم فراد آمده نتونه بیاید که ما صحبت کنیم بلند گاز زن صدا تو بلند برو. در جای باشی فراد جان خوش آرام باش فهمیدی زنده باش. نانت گرم تو چی نانت من گرم دلش و اپشکر رفتی گفتی که من لیلی را نمیشناسم گفتی اینطوری گفتی تو من را نمیشناسی؟ تمام شد دیگه. او دیگه گپ خلاص شد. او گپ دیگه خلاص شد. او گپ خلاص شد دیگه. بگذره دیگه. سلو خواهد فرد فهمیدی این پرسانشم که فهمیدی فراد پشت تو چی گفت صفت تکرین گوش غیبت کن جیگرم اگر تو گوش کن جیگرم گوش کن اگر تو همه خانم دوست داری برو خانم دوست دار جیگرم به خدا. سلام علیکم برسم. تو اگر همه خانم دوست داری اوی را دوست نداره. اوی را دوست نداره. نداره. اوی را دوست نداره. فراد بود فهمیدی فراد ما آمدیم کدام گپ بیجای دو او ببینه او هزار گوش که پایکتا او هزار تا ای بچه ها را ولگ در قصهش باشه. هیچ در قصه از اینا نیست. او نیست در قصه ای بچه ها نیست. فراد جان ما تا بالا آمدیم کدام گپ بیجای اونم میزدیم واقعیت چیشتی رای فدیکی نه نگفته که دوست دارم عشقم جانم بیج نگفته. با خدا من نشنیدیم. قسم خود من نشنیدیم. من تر بچه نیستم فهمیدی حالی کجا میره امروز خدا شیک کرده کجا میره؟ ما چون جای کار سویدانی میره من مرده بخاطر نمی مرده کم سعید برو چی فراد از همون شد شما مرا بلاک کردیم نمی زنگ دیگه که ما در لایف هستم محمد لایف کردم من نمیام دیگه جای نبینیم. دیگه لایف دخترات را ببینیم ما طرف بلاکت میکنم دیگه. چروست در پیشوی نمیمه بیگوی خدا پاک کردم پرسانش دیگه پاک کردیم دیگه نمیره فراد خشاید اما یکم وقت جنگ کند برود نمیتونم شاید یکم وقت جنگ کند برود نمیتونم ما بچه جنگ نیست ما بچه جنگ نیست ما کس جنگ نمیکنم ما بسیار یک بچه اخلاقی بسیار یک بچه چی هستم والا جنگ منگش هم نایدیم با خدا دوزدنش هم نایدیم اینمی فراد یک دوام منو بزنن ما چیزی نمیدونم خاطر از ما دو بزنمت از ما که کلان استنش یک دو نصیحت برم کنه از ما که سنش کلان است یک ما که وقت خیر که فهمیدی ما خو سن ما شاید بکنه باشه فهمیدی چند سال هستی بلاک تایگر؟ ما 25 هستم فراد جان 25 جوان هستی 26 شروع شده دیگه اگر فراد جان ما از افغانستان حالی چه میکنی که پایکت بلند شو بیا همین چیز بلاروس بیا اردتایتان بیا این طرف آلمان بیا چه میکنی دوجه ایجا بیا اردتایتان فراد جان ما نمی آمدیم از افغانستان ما که وقت پدرم شهید شد فهمیدی وضعیت اقتصادی ما بسیار خوب بود پدرم که فوت کرد شهید شد وضعیت اقتصادی ما در کام مرا گرفت ما به خاطر آنی پدرت کی شهید شده که بلاک؟ در سال دیگه یک 8 ما به سقوط افغانستان ماندیم الله کجا شهید شد؟
در هرات چیندن سایمان صاحب بود؟ بریج جنرال بود ای. در چی بود در وزارت دفاع آیت تعیین شده بود رفته بود چیندن ولی بعد از امود یک کمک دل سردم شد یکی از آن بنده مطلبم خدا چی نیستم بخاطر امی ما ای طرف برآمدم اگر ما ای طرف باش ندارم سر خانه را علاوه این طرف بیم خودم هم اینم یادت کنی که هوا یک کمک خوب شو میم طرف یا طرف آلمان میم یا فرانسه یا چی هایلند یا بیجین هم اروپا هر جایی برو حالا اگه بتانی چی بری خوب است سوئیس بری خوبه فرانسه به درد نمیخوره کوشش دارم یک دفعه نی خونکای نی یا سوئیس برو یا نروژ برو ببین یک جای دیگه من برات میگم گوش کو با قرآن ایچی گوش جان فراد جان در نروژ خود در اسلو در مرکز ایچی نروژ کاکایم است نه 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 یک جای دیگه من برات میگم خب یک جای دیگه من برات میگم بیا آلمان خب آلمان بیا یک جای یک کشور بسیار کوچک به نام لوکزامبورگ است لوکزامبورگ میفهمی کل جمعیت 600,000 نفر از 1 میلیون نیست 600,000 نفر جمعیت داره اونجا برو اونجا عجب جای است داخل همی آلمان است خب به نام لوکزامبورگ یک کشور بسیار کوچک است نه کشور است برای خودش لوکزامبورگ این اسما آمد اسما خوش آمدی اسما اگه میای بالا ما برم پایین تو بیا بالا بیای خوش آمدین سلام علیکم اپی اسما جان خوش آمدین فهمیدی؟ لوکزامبورگ یک کشور است بسیار کوچک داخل می آلمان است سلام خب ما برم پایین یا تو میری کدام ما بریم پایین من میرم اسما میای یک لایک بفرست من میرم پایین بیا نه میگه چرا یا دیگه من میرم پایین اگه اسما آمد اسما را بیار اگه نامد پس مرا بیاری خب اسما جان من رفتم پایین اسما بیا بالا ما اینه به خاطر تو میرم نه رفتن خیالان چی برامد پس فراد بالا بیار فراد بالا بیار فرهاد بیا فرهادم رفت اونم رفت سلام ای سمیر بیونی دقیقه آی سمیر صبر یا لحظه زیر نپردی مره نه Yes. آفرینه سمیر چطوری خوب هستی جونه جو چی گپا چی خبرها کجا گم شده آی بچه ما به یافته دادی بچه خونده بچگی هم نکرد انا سمیر دیدی که این نیوال چی الله را قید مردم سایکو خاطر چی کار داری مستی کردی میگم دل شکسته مستی سمیر بیا تو در کدام لایف یا بیا من فالو ما بگی ما کار دارم به تو خیلی کارا دارم تو ما به همین بچه پیدا کردی داد خیلی بچه بی وفا برام بیا یا برون تو سمیر نمیاد لایف سمیر نشکو نبی مذاق میکنم اما آوردم این به خاطر یک چند بار مرا دعوت سمیر مرا چند دعوت سمیر یک بار بیا من با تو کل لگی گپ میفهمم سمیر تو اگر مردی بخی بیا من 24 ساعت در لایف هستم خب تو بیا من با تو چی قصه شد احمی سروش من همشه بیان میکنم با تو خب بیا من تو سمیر من گوش کن سمیر من واسه تو کشادگی هم تو دواسه با من با زنگ دم سمیر من واسه کشادگی هم تو دواسه زنگ دم کارو دارم تو دواسه زنگ دم ده واتسابش دوانه تا کلا وقت پیام نوشته گم اپدیت ندادم بعد یک ماه دیدمش که همین پیام داده تو چی قیقه کسی شیر میکنه بره بچش